با مقصد تا سال 2030 به کشور ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان، حکومت مملکت در زمان صاحب استقلالی لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را به مبلغ بیش از 12 میلیارد سومانی عملی نموده است. با این مقصد برابر مبلغ‌های بودجتی، جلب مبلغ‌ها از دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری نیز به راه مانده شده، نتیجه‌های نظررس روی کار آمدند. در برابر بنیاد و تجدید راه‌ها همچنین تامین مؤسسه‌های راه نگهداری با تکنیک تحت توجه حکومت کشور قرار داشته، در این سمت تدبیرهای عملی راه اندازی می‌گردند. در دایره عملی سازی سازشنامه گرانتی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و رشد، لایحه رشد نگهداری راه‌های اتومبیلگرد و خریداری تکنیک طرح‌ریزی گردیده، با مقصد تطبیق عملی آن مرحله اول وارد نمودن تکنیک راه نگهداری توسط عقبه کلمه از جمهوری مردمی چین آغاز گردید. الکی 8 عدد این تکنیک‌ها وارد ولایت مختار کوهستان بدخشان شده به شهر خاروق رسیدند. هدف اساسی لایحه مذکور پرزور نمودن بعضی تکنیکی اداره‌های راه نگهداری در ولایت مختار کوهستان بدخشان، منطقه رشت و ناحیه‌های تابع مرکز ارزیابی گردید. مقصد اساسی لایحه باشد اگر این بهتر کردن حالت راه‌های اتومبیلگرد و تامین حفظ حیات و سلامتی شهروندان می باشد. مسئولین مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ولایت مختار کوهستان بدخشان وارد گردیدن چنین تکنیکای پر اقتدار را که عین زمان ساختارهای زیرتابع آن به چنین تکنیک نیاز دارند، از غمخوری‌های نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت حل سریوقتی مشکلات ساحه ارزیابی نموده، اظهار داشتند که با نظرداشت بارشات از معیار زیاد زمستان امساله این اقدام بسا سریوقتی است. ما منتپذیری خود رو با حکومت تاجیکستان من جمله با پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را بیان میکنیم برای آنکه در این زمستان دور به دراز که آمدن این تکنیک‌ها خیلی به مورد است. در برابر این با دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی چون نشان پشتیبانی از سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق 2 عدد تکنیک‌های راه نگهداری تحفه کرده شد. به واسطه این تکنیک‌های زمانوی کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی شهر خاروق امکان دارند که آنها را در فصل زمستان با مقصد تازه نمودن برف و تابستان برای شاداب نمودن گلگشت‌ها استفاده نمایند. از نام تمام ساکنان شهر خاروق تشکرات رو با محترم پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی جناب علی امامعلی رحمان و اینچنین دیگر با رئیس شهر دوشنبه بیان می‌نمایم برای آنکه که چنانه که اطلاع دارید زمستان امسال ما نهایت سرد و سیربارش آمد و محترم رئیس شهر دوشنبه با ما چنین این 2 تکنیکای پر اقتدار رو یاردم نمودن و باوری کامل داریم که با استفاده از این تکنیک‌ها ما از عهده توزیع نمودن و از برف توزیع نمودن شهر خاروق رو میبریم. رهبریت ولایت این دستگیری نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را شهادت توجه رهبریت عالی مملکت جهت رشد باثبات اقتصادی منطقه‌های دوردست و تامین حیات شایسته برای هر شهروند ارزیابی نموده تاکید داشتند که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تمام سعی خود را بر آن روانه می‌سازند تا با انجام دادن عمل‌های سازنده در وسط کارهای آبادانی سهم گذاری نموده، جشن بزرگ دولتی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاویزهای نظررس استقبال سازند.